سرنوشتشان یا به جایگاه اصلی میرساند و مستقر میسازد. ما دوست داریم که از این کتاب انشاءالله با توکل خدا اگر برداشت کردیم برداشت‌های بیشتری داشته باشیم. یک کمی که ما ظاهرگرا بودیم اندکی بیشتر عمیق‌تر شویم، یک کمی باطنگرا شویم، یعنی چیزهایی که در درون سینه ما خطور میکنه یا گذر میکنه، اگر از بدبختی های دنیاست، اگر از هوا و هوسات است، هر آن چیزی که جز خواست پروردگار جل جلاله چیزهایی که در سر ما و در سینه ما خطور میکنه، خدای داننده درون سینه ها، خدای داننده رازهای آشکار و پنهان انسان که او بیننده اون حالتهای انسان است یا بیننده همان چیزهایی که بر رضایت خداوند نیست در سینه انسان یا در سر انسان خطور میکنه. آرزو میکنیم اون بدبختی ها از درون سینه تک تک شما دوستان هم اگر باشد از بین بره و اگر نیست پاکتر و بهتر باشد. به هر حال باز امروز هم دوشنبه است، طبق معمول اندکی در ابتدای برنامه به سوی خدا چند لحظه را صحبت می داشته باشیم و پس از اون انشاءالله از شما تماس می گیریم در رابطه با زندگی ما در کره زمین که ما آمدیم و اما سوالی که خلق میشه که ما از کجا آمدیم، چرا آمدیم، چی میکنیم، چی میشیم، کجا میرویم. این موضوعات اندک اندک بخیر انشاءالله قرآن عظیم الشان کتابی که خداوند فرستاده است حل کننده تمام سوالات هست و علل خصوص این 3 تا سوال که هیچ پاسخی در جهان غیر پاسخی که خدا برش داده است و خداوند در قرآن عظیم الشان پاسخ سوالات زندگی انسان داده است دیگه پیدا نمیشه. و به هر حال در رابطه با قرآن عظیم الشان که هدایت کننده ما است اندک اندک صحبت میبریم پیشتر. البته با توفیق حضرت حق جل جلاله شما بتانید مستفید شوید و ما هم خود ما هم مستفید شویم، چون صحبت خداست. بازار الهی است، نه بازار من است، نه بازار تو است، نه بازار این آن است، بازار خدا می باشه. قرآن صحبت خداوند است که با پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به ترتیب هر کدام آیت این کتاب، هر کدام سخن این کتاب از زبان بلا کیف خداوند به پیامبر مطابق به شرایط، مطابق به زمان نازل شد. مثلا یک حادثه رخ میداد یا 2 تا زن و شوهر وقتی دعوا میکردن باز گپشان به طلاق میکشید، باز یک آیت نازل میشد. مثلا 2 تا برادر خواهر سرزمین جنگ میکردن باز یک آیت نازل میشد. مثلا چند نفر بسیار دنیا دوست بودن، مال منار دنیا را دوست داشتن، باز یک آیت نازل میشد که چقدر شما مال دوست هستین، چرا خودتان با دستای خودتان به هلاکت مندازید. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. باز آیت نازل میشد که ای محمد بگو بر این بندگان من از روی صفای خود، چه خدایی، از روی لطف خودش و انسان که چقدر خداوند جل جلاله یک نیروی بزرگی را برش به نام عقل دادن. عقل متمایز کننده خوب و بد، سیاه و سفید، چی خوب است چی بد است. و دنیا بد است، تو هم میگی من هم میگم ما هم میگم، همه میگیم دنیا بد است. اما این چی موضوع است که نمیگذاره که ما با واقعیتش چیزی را که خداوند بد گفته، چیزی که خداوند اندک گفته و چیزی که خداوند زیاد اعتنا نداره، چی موضوع باعث میشه که باز ما به او بسیار اعتنا کنیم. چیزی را که خداوند صدا کرد که انما الحیات الدنیا الا متاع قلیل، در همین قرآن، در کتابی که هادی من تو است،
این هدایت، این چراغ از روی لطف پروردگار آمده. اینا چی چیزی ما پرده یا حجاب میان ما و میان این چراغ ما قرار میگیره که ما نتوانیم به سر منزل مقصود برسیم. در حالی که کشتی نجات داشته باشه، در این بحر بیکران یا کرانه‌دار به هر حال، یا در این بحر پرامواج، که این دنیا بحر پرامواج است، نه بحری است که هر جهت او موج میزنه، دریایی است که به میلیون ها انسان در خود در نیرنگ خود غرق کرد، در این دنیا کرد، به صدا دختر بی عزت کرد، نه به میلیون ها بچه را بی عزت بی آبرو ساخت، و هزاران رئیس جمهور و وزیر و وکیل و مدیر و دکتر و انجینر و این آن نمیشناسه. دنیا نیرنگ داره دیگه، نه به نام پدر کسی رو میشناسه، نه به نام مادر، نه به نام دختر، نه به نام پسر، نه به نام محصل، نه به نام نه به نام قاضی، نه به نام ملا، نه به نام انجیل خوان، نه به نام تورات خوان، نه به نام قرآن خوان. دیگه بار دنیا فریب داره، نیرنگ داره، نه دخ میزنه. چیش؟ همین رنگ های مختلف دنیا داره، رنگ های مختلف دنیا متجلی میشه بر ما که ما رو به جهت دیگری بکشانه. این موضوعات قرآن عظیم الشأن به صراحت در آیات های متعدد بیان میکنه. مگر ندیدی میگه حالت گذشته ها را قبل از خودتان کسانی بودن میگه. قرآن میگه ما بر شما افسانه نمیگم. اگر افسانه میگم که بر شما پندی باشد. قصه را از گذشته ها بردن میکنیم که اینها میگه به نیرنگ دنیا رفتن. چه خوب کتابی داریم، نه؟ اونها میگه ندانستن که ما اگر آمدیم به دنیا از پای حشمت و جا و از پای جلال و عظمت دنیا، که دنیا عظمت نداره، به چشم دنیا پرستا دنیا بسیار عظمت داره، ولی به چشم کسایی که دنیا را ترک کرده، آخرت را ترک کرده، پارسا ما را مقمر گفت، بلا راست گفت، ما متاعی هر دو عالم را باید دو باختی. دیگه سر چیز رای نمیزنه، او دیگه باز دنیا برش نه، جهان برش مکمل، هر دو عالم برش بسیار اندک میه، اصلا به جایی میرسه که نیست میشه، خودش هم از هستی خود تیر میشه دیگه. از هستی خود که تیر شد به هستی اصلی که خداوند است رسید دیگه، باز این دنیا بسیار برش اندک معلوم میشه، جهان اندک معلوم میشه، نه یا نیست میشه. نیست چه؟ تا هستیت از پای رسد. هستی ما چی است؟ چند رقم است، نه؟ هستی ما یکی ای است که ما به اصل انسانیت برسیم. دیگه هستی ما ای است که ما به خداوند خود برسیم، یا ما به اخلاق خداوندی برسیم. اینا ما از هستی که نفس بر ما پیشنهاد میکنه، از تمنا و تقاضایی که نفس بر ما پیشنهاد میکنه، از این موضوعات بگذاریم. از تمنای خوشکامی خود و لذت کام خود بگذاریم و لذت کام دگرها بپردازیم که دگرها خوشحال باشد. شوهر طوری در خانه زندگی کنه که خانمش سخت خوشحال باشه، راضی باشه از پیش، و برعکس قضیه همچنان باید جریان داشته باشه. خانم هم طوری زندگی کنه که شوهر ازش راضی باشه. فرزندا باید گونه زندگی کنن که مادر و پدر سخت راضی باشن. مادر و پدر باید گونه زندگی کنن که فرزندانشان از اونها سخت راضی باشه. ریاست جمهوری ما تا بعد دگیش و دگیش نه،
از فرد شماره یک مملکت ما در نظام دولتی ما، وزیرای ما، وکیلای ما، جنرالای ما، دگروالای ما، دکتران ما، انجینران ما، معلمین ما، اساتید پانتون ما، مولوی های ما و گونه زندگی کنند که دیگرها سخت از اینها راضی باشه. این رضایت دیگرها که وقتی ما به کام و خوشکاری دیگران میپردازیم که دیگران لذت ببرن از زندگی و در دور بر ما اذیت نشن، آزار نیافن، ولو که یک نفر هم باشه، حتی یک مرچه که در دور برت باشه که آزار نبیافت از دست و در دربار خدا از تو شکرگزاری کنه، تو اینجا باز رسیدی با اون هستی خداوند است. نیست چه تا هستیت از پای رسد، تا تو هستی هست در تو کی رسد؟ نه؟ او هستیه که قرآن بر ما معرفی میکنه که انا لله، هست شما خداوند است، و انا الیه راجعون، پس به سوی از او راجع شویم. رجوع کنندگان به سوی پروردگار هیچ وقتی کاری نمیکنه، هیچ حتی فکر کار غلط نمیکنه. کار غلط خودی از ما نکنه، پس چه برسه به که کاری کنه که دیگرها اذیت شوند، مخلوق خدا آزار ببینه. از لحاظ یعنی از بعد عبادتش، از بعد عبودیتش میره واسه تکمیلی. در زمان عبادتش وقتی که بری سراغش، مثل جناب حضرت علی کرم الله وجهه، نه؟ وقتی میره به نماز خود عاشقانه نماز برگزار میکرد و دیوانه و مست خدا میشد. پیامبر هم تو بر ما فرمایش میده در هنگام عبادتتان میگه بی خود شوین، از خود بی خود شوین. این سبک بارا هستند، کسایی که بار سنگین گناه را حمل نمی کنند، کسایی که بار گناه که سنگین بود بر روحشان گذاشته شده بود، اینا را باز با آب توبه شستشو میکنه خداوند که تو توبه کردی کلش همیشه. این چیزی در تو نمیمانه خداوند، تنها چیزی که میماند باقی روح پاک و مقدسی است که خداوند به تو داره و تو اونم روح هستی. جسم نیست، جسم یک چیز چطل است میره پس دوباره بر خاک. از کجا آمده جسم ما؟ جسم ما از چی جور شده؟ خب از خاک، نه؟ پس دوباره میره بر خاک. ما از خاکی دوباره بر خاکی. جسم ما نی، روح ما از کیست؟ از خدا. انا لله و انا الیه راجعون. ما پس به سوی خدا فرم میرویم. چنان حضرت علی کرم الله وجهه فهمیده بود، روحش پاک بود، ستره بود، جهت گرفته بود به خداوند. وقتی در بود عبادتش میرفتی، مثلا شبانگاه میرفتی که حضرت علی کرم الله وجهه مثل یک راهبی که در یک گوشه نشسته، سر تا سر زندگیش، شبش، روزش همه عبادت است و زار زار در پیشگاه خداوند می نالید، می گریست و میگه خدایا به علی زندگی ندهی که تو از او زندگی ناراضی باشی. وقتی در میدان مبارزه قرار میگیره، وقتی در روز میشد دستگیر مظلوم و بیچاره بود، وقتی در طول روز زندگی میکرد با فامیل خود، با مردم خود، با مساکین بیچاره، به حد توان خودش و به حد بندگی به خداوند جل جلاله که داشت، به اندازه ظرفیت خودش که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نیست بر کسی تکلیف مگر به اندازه توانش. زحمت خدا میکشید و یک مبارز رای خداوند بود، یک عیار بود. این حال ما و تو هم یک انسان هستیم. خدایی که جناب حضرت علی کرم الله وجهه را در رحم مادرش تصویر بخشید، موت را تصویر بخشیده. او در بود عبادت خود آنچنان بود
و در بود عبودیت و بندگی خود در طول روز به گونه میرفت که خداوند میخواست. ما با چگونه بریم؟ ما چگونه میرویم؟ همین 4 تا اصل یا 4 تا نکته را داشته باشیم خب بازم خوب است و این قوی بسازیم. چی؟ یکی سخت خانواده تا احترام کن. اگر مادر هستی خانواده تا احترام کن. اگر پدر هم هستی، اگر دختر و پسر یا فرزند هم هستی، خانواده را احترام کنید، سخت احترامش کنید و هر گونه که هست. یک تا نی. دوم سخت درس بخواه، تحصیل کن. جوان هستی دیگه کار نه چی میکنی؟ خود درس بخوان، تحصیل بکن که دانا شوی. نه توانا بود هر که دانا بود. دل پیر ز دانش برنا بود. اینا تو به توانایی میرسی با دانشت، با توانایی چی؟ با توانایی مادی معنوی میرسی. و وقتی دانش هم که یک تا حرف که خواندیده و عمیق شو که خدا صاحب چی گفته. نخستین دانشی که ما باید فرا بگیریم قرآن است. آخرین دانشی هم که باید فرا بگیریم خب قرآن است. این دیگه که در وسط زندگی ما قرار داره، مثلا دانشکده های مختلفی که در دنیا امروز وجود داره که باید مطالعه بکنیم، درس بخوانیم. مثلا یکی انجینر شود و جامعه به درد میخوره، یکی دکتر شود به درد میخوره. کلی که با حق است، در نظام زندگی مادی است. و هرکس در هر رشته‌ای که هست درس میخونه، درس تا بخوان. خب این دو تا نکته شد. خانواده رو احترام کن، خوب درس بخوان و دیگه آبرو و عزتت نگاه کن. دختر هستی یا پسر هستی فرق نمیکنه. آبرو است. دخترم آبرو داره، پسرم آبرو داره. هر کس معصیت کرد آبروش میریزه. این هیچ کسی نباید معصیت کنه. اگر دخترم هستی سخت آبرویت نگاه کن. برو در یک جای خودت بکش، وقتی که دیدی آبرویت میریزه و هیچ چاره نداری جز مرگ. اگر نمیری آبرویت ریخته. زمانی که دیدی گرد به همتی سراغت میاد و تو نمیتوانی او را از او دفاع کنی. اگر نمیتونه انسان، ضعیفترین انسان میتونه از آبرو و عزت خودش دفاع کنه، چه پسر باشه چه دختر باشه. اینی مسئله هم حل شد. خب دفاع از چی؟ از آبرو و عزت و حیثیت. و چهارمش چیست؟ چهارمش از هر چیزت که در خدا را دوست داشته باش. این کامیابی با سراغت تو میآید. این گروه افراد باز در زندگی خود اما بود عبادت خودم خوب دارن، اما بود عبودیت خودم خوب پیش میبرن. اینمی بود عبودیت اینی چند چیز داره در خود که باز دیگه موضوعات وقتی که انجام میدی بسیار زیبا می باشه. مثلا جناب حضرت علی کرم الله وجه اما وقتی سراغ عبادت خود میرفت، در عبادت خود مست و واله و شیدای خدا میشد. چرا؟ به خاطری که او به خدا وابسته بود. نه از هر چیز خود که کسی را دوست داشت که در حضورش قرار میگیره. وقتی هم که مبارک حضور میگیره، امیر المؤمنین چندین مملکت اداره میکنه. وقتی حضور میگرفت میرفت به طرف مسجد یا به طرف نمازگاه خود که نماز بخوانه. باز میدیدی که رنگ مبارک متو سفید کنده. کسی جرأت کرد پرسان کرد، گفت یا امیر المؤمنین. گفت بله. گفت چرا شما وقتی وضو میگیرین رنگتان تغییر میکنه؟ گویا که در حضور یک غلام، در حضور بادارش که گناه کرده باشه بوده. گفت بله. گفت ما میدانیم که در حضور چه کسی قرار میگیری و چه خداوندی است. خداوندی که مالک یوم الدین، خدایی که روز جزا را هر روزی که بخواید روز جزاست برش. میشه که گفت همون لحظه که ما برم در حضور خداوند قرار بگیرم و همون لحظه خدا صدا کنه که ای علی حسابی به تو چی کردی؟ زبان دادم. چی کردی با زبانت؟ چی گفتی؟
گوش دادم. چی شنیدی؟ پند گرفتی از شنیدن ها؟ سر دادم برای تو. اوه همه تو را ملکا جور کردن ولی سر تا با دست بلا کیف خودم جور کردم. با این سر چی کردی؟ موضوعات مختلف زندگی دنیا را یا آیات های ما را در قرآن در سرت لابراتوار کردی که خدا چی گفته؟ سالها خواندی الحمدلله رب العالمین، در رو زندگی کردی یا زندگی میکنی؟ باز چی بکنیم میگه؟ اونا شیفته بودن به این کنه. یک روزم جناب حضرت علی کرم الله وجهه رفت داخل مسجد نبوی، خواست که یک عبادت کنه و در حضور پروردگار جل جلاله قرار بگیره. لحظه در حضور خدایی که خدای عالمین است، خدای غفور و رحمان و رحیم است، خداوندی که رحمان و رحیم است. نه؟ مکانش در دل و چشم یتیم است. ای به این معنا که وقتی تو دل بیچاره و بی سرپناه و یتیم و نادار به دست میاری، باز خداوند جل جلاله از تو راضی میشه و تو به خدا تقرب پیدا میکنی. این یار پیغمبر خدا و شوهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، شیر درگاه خدا و امیر المؤمنین، آن دلیر مرد راه جهاد و راه خدا یا فی سبیل الله، آن مردی که نه دنیا خواست نه آخرت، خدا خواست، خدا. آن مردی که در قرآن زندگی میکرد، آن مردی که الگویی بود برای جهان اسلام. تو هم یک الگو شو امروز برای جهان اسلام. خواهر هستی برای هم قطارایت هم صنفیای خیر است که برای تمسخر میکنن. تو کار نکته بکو، نگو ولای یک چادر خوبش، مثال چادر که حجابت با اون مراعات چه بپوشی، بازم صنفیات ریشخندت میکنن. بلکه ریشخند شوی در محبت خدا، در اطاعت و فرمان برداری خداوند. تو یک الگو میتوانی باشی. باز جناب حضرت علی کرم الله وجهه میره داخل مسجد نبوی که لحظه ای را در حضور پروردگار خلوتی داشته باشه. اونا خلوتی می داشتن که خلوت درون و بیرون بود. اما طوری که از بیرون خلوت میکردن، از درون هم خلوت بود، پاک سطور چیزی نبود در روچه. وقتی رفت در حضور پروردگار جل جلاله قرار گرفت، البته یک دو رکعت نماز نفلی را ادا کرد. پاچای خدا مبارک بر زده بود که باشه می بجلکای پاش معلوم شود. نه؟ سنت است که بجلکای پای معلوم شود، البته از مردها. این وقتی که در نماز خود داخل میشه، واقعا در نماز داخل میشه، نه مثل بعضی از کسا که این در نماز داخل شد در نماز نیست. خانم باشه داشت پس خانه چکر میزنه، اما طور است. نه؟ اگر آقا باشه در دفتر است، در بیرون است، در دکان است، در کارهای مختلف دیگه است. همون جایی که بود همون جایی است. ولی ای با خدا خلوت کرده دیگه، مست شهیدای خدا میشه. و همونطور که مبارک پاچای خود بر زده بود، یک پاچش بالا مانده بود در نماز، یکیش پایین دیگه. ای که مست خدا میشه در نماز، بی سر و پا از این مسجد نبرایه. دمی کوچه و بازار عربستان سعودی است. میره که در یک گوشه چند تا از بچه های عربستان سعودی نشستن. این یگان بچه هایی که در کوچه و بازار حال در این زمان هم هست، برای مردم آزاری، برای انسان اذیت کردن زیاد است که میشینن. اون زمان هم همونطور وضعیت بود. البته وقتی که اینا میبینن صدا میکنن او علی ابن ابی طالب، حیفش، چه جوانی، چه مردی، حیفش که دیوانه شده. اینجا یک لحظه تکان میخوره، این چیز نمیگه، تو راست میره ناراحت هم از خانه جناب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داخل میشه و پیامبر صدا میکنه که چرا یا علی وضعیتت خوب نیست، ناراحت هستی؟ گفت یا رسول خدا. گفت چی؟
گفت مرا پیشتر بچه ها تو تمسخر کردن. گفت چرا؟ گفت والا من تو در نماز غرق خدا شدم و بیرون در آمدم، پاچه یکیش پایین بود یکیش بالا بود و اما تو بی سر پا شده بودم، دمی بی سر پایی مرا تمسخر کردن. پیامبر با دست مبارک خود با پشت جناب حضرت علی کرم الله وجهه میزنه و میگه که یا علی، میگه چی؟ میگه حتما مؤمن کامل شمرده شدی. گفت چرا؟ گفت چون در محبت خدا تو تمسخر شدی. یعنی ما نباید کاری کنیم که تمسخر مردم شوید، کار ما خراب نباشه. باز اگر خود به خود میشه خیره، اتونه که خود ما اختیاری نه، از او اختیاری نبود که باش مولا اما تو یک کاری کنم که یک پاچه خدا پایین یکیش بالا که باز کوچا بگردم که مردم تمسخر کنه. اختیاری نبود، از او بی اختیار شده بود، از خود بی خود شده بود. این بود عبادتشان که از قرآن برداشت کرده بودند که واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. هنگامی که سراغ یاد خدا رفتین و در یاد خدا رفتین، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب، شما فارغ باشین از هر چیزی و به خدا چنگ زده باشین. این موضوعات و این بود عبادت ما باز وقتی قایم شود این رابطه با خداوند جل جلاله، رابطه دیگر در اجتماع است، با مردم است، در کاربار زندگیت است و اخلاق و برخورد، نحوه برخوردت یا اخلاقت با مردم، اینا رو تنظیم میکنه دیگه. باز کم کم خودش و خودت همچنان کنترل پیدا میکنی بالای خودت، باز یک چیز جور میشه. انشاءالله که خدا توفیق بده برای هر کدام ما که بتانیم واقعا اما زندگی را که خداوند میخواد داشته باشیم. چی کنیم؟ حالا یک مدت میباشیم بس میریم. حالا در جایی که هستیم اما طوری باشیم که فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. اما آزاده باشیم که از هر دو جهان، در قید هر دو جهان نباشیم و در قید خداوند جل جلاله باشیم. انشاءالله که خدا میربان است. ما مطمئن هستیم دوستانی که اونا واقعا در طلبگاری خداوند رفتند و میروند، اونها یک در همواره به لطف خدا و به کرم و فضل خدا امید دارند و اونهایی که تلاش سعیشان در زندگی به خاطر جلب رضایت خداوند است، اونا تا یک جای رسیدن و پیشتر و بیشتر میروند انشاءالله با نیروی ایمانی و با باوری که به خداوند داریم ما و با باوری که خداوند لطف داره که دست تبرش بیتی، خداوند دست درد نمیکنه، میگه مرا دست بنده بیا که بیایی. بله سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر جانتان جور؟ سلامت باشین. سوال مخصوص من محترم که وقت در هر کار خانه می باشیم استغفار گفتن و همون نام خداوند یاد کردن کدام گناه نیست؟ نه خواهد جون خدا سعی بر وقت یارت باید باشه. چقدر خوب است. استاد محترم میتونه است که مثلا در کار خانه، در جارو، در یولی، در هر کار که می باشم من متعادتم شدم تو گفتم میرم الله خدایت کتکو دوستم کدام گناه نیست؟ نه خواهد جون حالا در یاد خدا سعی بسی هیچ گپ نیست. و از سلامت باشه. من همیشه شنونده برنامه مقبول زیبایت هستم. زنده باشی خواهد جون. آبا شما موقعات خوش همیشه زندگیتان زیبا باشه. با خدا باشه. با عزت باشین. خدا نگهدارتان. و استغفار خواهد ما گفتن استغفار کس نی؟ اینه طلب آمرزش است. خود گپ خوبی است که ما چون به معصیت مبتلا میشیم، خب راه حلش این است که ما از خداوند طلب آمرزش کنیم، بگیم خدایا به معصیتی که ما مبتلا شدیم، به سیاه روحیه که ما مبتلا شدیم و به آلودگی که درون ما داره، خدایا از این آلودگی به تو پناه میبریم، باره پاک بساز. اما هر دقیقه نمیشه، نه هر دقیقه ثانیه یک دفعه که توبه کردی دیگه پاک شدی، باز با تلاش کو که گناه نکنی. بله سلام علیکم، صبحتان بخیر. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ سلامت باشین، خواهر زنده باشین. شما خوب هستین؟ از کجا نامتون؟ سلامت باشین. در قندم فاطمه هستم، از کابل تماس گرفتیم. فاطمه خواهرم از کابل. متاسفانه تماسشان قطع شد.
دیگه فقط بسیار تلاش میکنیم باز بعد از اینکه ما و خداوند رجوع کردیم که دیگه مبتلا نشیم به چیزهایی که خداوند رو نمیخواه. بله سلام علیکم. دیگه در مجموع یاد خداوند خوب است، هر وقت یادت باشه خدا سید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ بخیر. جانتان جور صبحتان بخیر باشه. جانتان جور خیر خوب هستن. سلامت باشین، زنده باشین. شما خوب هستین برادر؟ زنده باشین، سلامت باشین. شما بخیر باشین. از کجا نامتان؟ از جلریز هستم استاد گرامی. اوه دیر بود که صدای شما را نشنیده بودیم. سمندر صاحب بخیر هستین؟ انشالله فامیل خانواده همگی خوب است. خداوند زنده باشین. لطف میکنم. زنده باشین. دیر وقت بود تماستان وصل نمیشد مثل که و ما هم صدای نازنینتان نداشتیم. یکمی همی صدایتان از گوش ما رفته بود. خوب هستین انشالله؟ خواهش میکنم. قربان شما. خواهش میکنم. میکنم که با تماس نمیشد به خاطر اینکه مزاحم دیگر دوستای خود نشیم که تماس جت است. فقط من عرض سلام ادب خدمت شما و تمام شنونده‌های شما خصوصا دگروال صاحب سلام تقدیم میکنم و فقط انا مقدار گفتم باش که قربانتان سمندر صاحب افتخار میکنین. دگروال صاحبم صدایتان هم میشنون انشاءالله که و با سلامتان دیگه دوستان و دگروال صاحبم علیکم گرفتن انشاءالله که ما خیر باشین. ما خوشحال شدیم صدایتان در برنامه بسوی خدا داشتیم. مزاحم وقتتان نمیشم با خدا نگهدارتان. شما هم سلام بگوین به دوستان. خدا حافظتان. چقدر زیباست نی که هر لحظه در هر جایی که باشیم با چراغ خداوندی باشیم. چراغ خداوندی یاد خداوند است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که یاد خداوند دلهای شما را آرامش میده، نوازش میده. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر جانتان جور؟ زنده باشین خوار جان. شما خوب هستین؟ از کجا نامتان؟ شکر. از کجا خوار جان؟ از بغرمی تماس گرفتیم. خب بخیر باشی، زنده باشی خوار جان. خوب هستین؟ فامیل کلگی خوب است؟ شکرم اگه تو خوب هستی. سلامت باشین، زنده باشین. آره سوال داشتم. بگو خوار جان. ما گاو داریم. مردم میگه که ما گناه داره که ما گاو میداشیم. یعنی اوکشش میگیریم در سطل در بغل شیر میمونه در واه مندازیم و اوکش میکنیم در شیر مندازیم. مردم بسیار گناه داره. خب میگن در شیر او گرد نکنیم بیاد گناه داره دی؟ نه زیاد نمندازیم. اما قرار نون گلاسک مندازیم که در بغل سطل شیر میمونه. خب اگه امرای دیگه شیر نمیشه که امرای یک ذره شیر دیگه بندازین باز دور بتین بندازین؟ نه ترم نمیشه. خب خیره که نشد باز یک کمی گپی نیست. بسیار اندک باشه اما قدری کنم از نیم گیلاس هم کمتر انشالله قدر گپ نخواد باشه و به منظور از این بگو دیگه. مولای صاحب گفتم پرار مرا میگه من خودم 13 ساله هستم. مرا میگه چادری کن. من میگم نه من چادری نمیکنم ایجاب میکنم. مگه نه رقمش چادری کن. خب خیلی باز آره تو چیه تو بند داری خدا که من چادری نمیکنم. مگه من ایجاب میکنم. مگه نه کجاب و چیز خوب نیست. بچه پشت کسا میگیره مگه. خب مکتب میری؟ نه مکتب میریم نه مدرسه میریم. مرا میگه مدرسه برو چادری کن. میگم نه نمیرم. نه خب مدرسه تبرو خوار جان خیر است. مدرسه تبرو با هر گونه ای که مسئول میباشی. اگر با حجاب کردن هم مسئول هستی برو درس تا بخوان. اگر با چادری کردن هم که خودش به نحو یک حجاب دیگر است با اون گونه هم اگر مسئول میباشی خودت راحت احساس میکنی برو. خب خیر میمونه انشالله برو دیگه خوار جان. حجاب هم اسلامی است دیگه. نه اصلش هم حجاب است دیگه. خب رسم ما هست. ولی چادری کردن خب رسم افغانستان دوستای عزیز و ما یک کشور اسلامی هستیم شکر نی دیگه. اول خب باید ناموس افغان است و با نحوی اگر با حجاب هم بگرده باید مسئول باشه. اگر با چادری هم بگرده باید مسئول باشه. در اینجا خودش یعنی در حفظ احساس کنه. تو فکر کنه که ما در وقتی در گوشه و کناری بازار چکر میزنه یا میره یا مشکل خود حل میکنه یا مکتب میره مدرسه میره ناموس افغان باید احساس کنه که ما در داخل خانه خود هستم.
اون تو یک احساس داشته باشه. ولی در مجموع میخوایم را بگوییم که حجاب کردن، حجاب اسلامی را مراعات کردن این زیباست. این که ما فشار میاریم بالای دختر خود یا خانم خود که حتما چادری کو، این یک خودش نوع ظلم است. ولی خب پدرها هم اکثریت اینا یک گپ دیگه است نی که پدرها جامعه را میبینه، میدونه که ولادش آلودگی است، میگه نه گمش که همی ناموس ما مسئول باشه، در یک کمی پیچیده تر برو گمش کن. باز یک مشکل دیگه که از این خواهر ما که اینا را نه مکتب میمانن، مدرسه ها با اونو جابر، اما تو برو خواهر دست بخوان تحصیل تکو، انشاءالله که خدا مهربان است که یک اوضاع و شرایطی بیاید در افغانستان که دیگه پدر مادر تو هم دلنگران تو نباشه که وقتی بیرون برآمدی با حجاب اسلامی بسیار تو را مسئول احساس کنن و دلنگران نباشد. دیگه انشاءالله خدا مهربان، شما با نمو چادری شد، با حجاب شد، خب برو درس تا بخوان. دیگه قرآن خواندن منتظر از این نگذار که پدرم حتما سر ما فشار میاره میگه چادری که مامت نمیخواند، او را منتظر از این نماد. برو تو درس تا بخوان انشاءالله که تو زیر چادری برو بخوان تا زمانی که تو با یک روی پای خود استوار میشی و از قرآن برداشت و واقعی میکنی و زندگی را با یک جای میرسانی که تو حاکم یا کنترلر زندگیت میباشی. ولی سلام علیکم. بله سلام علیکم استاد محترم. خوب هستین؟ جانتان جور است؟ سلامت باشین، زنده باشین. خواهر از کجا نامتان؟ ما بیبیاجی هستم، از خوجا بغرا تماس گرفتیم. بخیر باشی بیبیاجی از خوجا بغرا. بفرمایید خواهر جان. برادر عزیزم، از راهنمایی شما یک جهان تشکر. خداوند توفیق بیشتر نصیب شما کنه. خداوند عزت این دنیا و دنیا را نصیبتان کنه که ما را برای راست دعوت میکنه. خداوند مثل شما چندی تا را به افغانستان پیدا کنه که مثل شما مردم تشویق برای دین اسلام کنه. یک سوال داشتم استاد محترم که امی تلفنی که شما روزه پنجشنبه بود بهتر بود که یک روز تلفن میشم ما ایشم گپای خود شما اینقدر سودمند است بهتر از این تلفن ها. دوم خواهرم که به ایجاب گفت یا ایجاب اسلام را نمیکنن، بعضی یا ایجاب میکنن که ایجاب اسلامی به ایجاب شیطانی تبدیل کردن. ایجاب آن قرار شیطانی تیار میکنن که مردم جذب خود میسازن، نه ایجاب یا نیست. اگر ایجاب به دین اسلام باشه، ایجاب بیبی زهرا باشه بهترین ایجاب است. اما آنقدر پیشتن این ایجابات زیاد شده که اگر مرد متوجه ایجاب نباشد، چون که ایجاب ایجاب از دور آنقدر جلت و برقص داره که مرد متوجه ایجاب میشه. باید که ما دین اسلام با آن قسم پیش ببریم که شکر خدا که مسلمان هستیم، شکر الله که پیغمبر بهو نازنینی که بر ما خداوند داده که در وقت جان دادن جان که از دنیا رحلت میکرد امتی میگفت امتهای دوستای بدبختی مثل ما چی کنیم بلکه جان خود فدای از بکنیم، اقلا سنت از روح پیروی کنیم. وقتی که من به مردم میگم، مردم میگه تو دیوانه شدی، تو اقرار گفتی، وقتی زمان رسید ما توبه میکنیم. آیا الله ما را موقع توبه کردن میته یا نمیته؟ سپاس و خداوند خود نکنیم چرا به او پیغمبر نازنین خود شکر گزار نباشیم. خداوند وقتی که ما را به هیچ قدر مقبولی، به هیچ قدر زیبایی روی خود به جسم ما بدبختا که جا داد، اقلا نماز از او را که به جا بیاریم. وقتی که میگیم نماز بخوان میگه نماز چی؟ خداوند بر ما چی داده؟ یک تار موی ما از چه قدر ارزش داره. اگر روزا سر به سجده بانیم به الله خود شکر بکشیم، نماز بخوانیم، اما ادا کردن یک تار موی منه. شب ما خواب ندارم استاد محترم، بسیار ناراحت بسیار زیاد بودم که من خواب ندارم. وقتی صبح به ستاره های سفال نگاه میکنم، شب تا صبح را میرم میگم یا رب العالمین خودت البته خوش داری که من بیدار باشم، دیگه که تو رضا باشی. من بر رضای تو که اگر دوتا شدم جان بدم انوزم کم است. اما به مردم که میگم داروشیتان ساز نداری نرخته، تبلیغ به مردم میکنم، میگن که یک آدم دیوانه شی، آروسی گفتن، مرده گفتن، داروسی که ساز ده او آروسی خیلی من خیلی تا مولوی رو بیار ختم قرآن کن. داروسی بچیم مساز ناوردم، مردم نان دادم، ذکر داشتیم، تبلیغ داشتیم، کل مردم که استراحت کرد معترق و چالان کردن رفتن که ما پسل دل تا لقمنان خود نامده بودیم، چرا رقص بازی و چیز نبود.
شما من راهنمایی کنید من چی کنم؟ آیا با این را برم با او را برم؟ من بیخی دیوانه که فشار عصبیم با کلی بالا رفته از من. خب از طریق رادیو خیلی بشنوین خواهر جان چند چیز صحیح؟ باید زنده باشین، سلامت باشین، کامیاب باشین. خدا نگهدارتون خواهر جان. السلام علیکم. زنده باشین. وقتی انسان خداوند جل جلاله خلق کرد و گفت برش که بسم الله الرحمن الرحیم و هدیناهم نجدین، ما راه را گذاشتیم. میگه ما دو تا راه را هم گذاشتیم، یکی راه بد است یکی راه خوب. گاهی اوقات میگه شما یک قدم از راه خوب میگیرین، یک قدم از راه بد میگیرین. یعنی بسیار مخلوطش نکنید، یک گام از این بگیری یک گام از او بگیری، بازی مخلوط هم میگه کس خوش نداره. صاف و پاک اگر بد هم میگن برات هیچ گپی نیست، برو رایته. وقتی آدم بر مردم مسئولیت گفتار خود ادا میکنه دیگه باز اونجا کمرش بسته باشه که هر چی گفتن بگو زنده باشی، خوشحال باش. چرا تو کسی که در راه خداوند در راه صراط المستقیم گام بگذاره دیگه در او را باز بدبختی هایی که از جهت مردم میآید، مصیبت هایی که مردم میارن یا بلاهایی که از او جهت برات میآید، اینا به خاطر امتحان تو هم هست. تا نیست که تو را خداوند براحت داده بیخی دیگه باز ایلاید کرده. به احترام خداوند امتحان میکنه که باش اینا عروسی بچیت زایج باز اگه تبلیغ میکنی چرا تبلیغ میکنی؟ چی میگی؟ اگر عروسی خواهرت است باز زایج تبلیغ میکنی، از بر مردم گپ میزنی و دلیلش چیست؟ چرا به چه خاطر؟ اینا کلش امتحان است. خداوند هم از درون هم از بیرون از ما امتحان میگیره. ببین این جماعی که رادیو خداوند نه مساعد کرده زمینه را ما را آورده در پشت مایک رادیو، باش که شریف نگاه گپ میزنه چی میگه، برای چی میگه، برای کی میگه، دلیلش چیست؟ باز یک مصیبت میاره از جهت‌های مختلف. یک نفر میگه زنگ ده، بگو برش که تو بسیار آدم بدی هستی، بگو برش که تو چرا هیچ نماندی، چرا می دراز است، چرا قدت کوتاست، نه چرا قدت بلند است، چرا لاغر هستی، به عناوین مختلف. تو آدم بدی هستی، تو این هستی، تو آن هستی. اینا رو چرا میگن؟ خب ما وقت پیش از پیش اینا رو در گردن خود گرفتیم، آورده پست میشدم پست. خواه تحمل کو، تحمل خیلی است. تو یکی بسیار زیاد هم نگوییم، بسیار زیاد بر مردم عرصو بشی بگو، باز اینجا مردم یک رقم دیگه باز فکر میکنن، دیگه سو میرن. ای هر وقت باز مردم گپ نمیگیره. اما یک دفعه که سوز و سخن آمد بگو، اما یک دفعه که دل درد کرد که در یک جای موقع و زمینه مساعد بود باز بگو، هیچ گپ نیست. اما در مجموع وقتی میگی وقتی راه صراط المستقیم رفتی دیگه از بلاها نترس میآید. امتحان خداوند است که باش تو برمیگردی یا میمانی، پیش میری، چی میکنی؟ تو ناراحت میشی. چرا ناراحت میشی؟ حالتا را در نظر داشته باشین و اصلا یک کمی با شما توصیه میکنیم خواهر که کمتر با مردم بگویید. یعنی بگویید اما موقع را دیده باز سخن بگویید بر مردم دیگه انشاءالله که باز هیچ حالت بیماری هم سراغتان نمیاید دیگه که میگین فشار عصبی ما بالا میگیره. والا خود زیاد که بگویید به مردم که باز گفتم قبول نکنین، یک چهار گپ دیگه منوز برات بزنن، آدم ناراحت میشه. شما را درک میکنیم، میفهمیم. جناب حضرت نوح علی نبینا با مردم صحبت میکرد، میگفت 950 سال صحبت کرد. ما شما در عمر کوتاه خود یک 4 روز صحبت کنیم نه باز خسته نشیم. اون 950 سال به مردم تبلیغ میکرد، هر روز که باز تبلیغ میکرد میزدن مبارکه، اینقدر میزدنش که بیهوش میشد. باز پس از بیهوشی میخیست باز به مردم که اگر موقع مساعد میشد میگفت. تو دیگه هر دقیقه نه که هر کسی را جمع کو بیجه چی گپ است؟ تو از دین خدا خبر نداری، تو از خدا خبر نداری، تو نمیفهمی، تو این هستی، تو آن هستی. نه بسیار بدنخویی هم میگفت، ولی اما مصیبت هایی که میامد اونا رو کلش تحمل میکرد. شما هم تحمل کنین انشاءالله که میگه تحمل رتبه افکار پیدا میکند بیدل. به خاموشی نفس ها سوخت مریم تا مسیحا شد. درد و رنج زندگی را جز تحمل چاره نیست، این شکست تلخ را مردانه وار باید کشید. ولی سلام علیکم. سلام علیکم استاد محترم، سلام عرض ادب. دگروال هستم. دگروال صاحب بخیر باشین. جان تا جور شکر. تماس سالین وصل شد. خوب هستین دگروال صاحب؟
زنده باشین. سلام ویژه و سمندر صاحب در جلسه احترامات تقدیم می‌دارم، چرا پیشتر برای ما سلام روان کرده بودن. پیشتر گفتن شما شنونده بودین که زنده باشین. ما دکتر صاحب چطور است؟ شکر خوبه دکتر صاحبم خوب است. انجیلان صاحبم سلام میگه تو استاد محترم. سلام بگین تمام دگروا صاحبا و جنرال صاحبا و همگی سربازای محترمه کلشان سلام بگین. ما خودم شخصا خدا شاهد است دیگه چی بگم دیگه، ما خود از طرف خود برای جایزه نوبل برای زنده باشین. جایزه نوبل اسلامی را بخیر باشین، زنده باشین، سلامت باشین. قربانتان صاحب یک جان ممنون از صدای نازنینتان. همچنان بسیار خوشحال شدیم دگروا صاحب، افتخار بخشیدین بر ما. صبح خوش، روز خوش، همیشه خوش باشید. خدا نگهدار. سلام علیکم. دیگه خواهر ما گفتن که روزهای پنجشنبه را تماس داشته باشیم، اما دوشنبه تماس نداشته باشیم. از اینکه وسیله تماس گرفتن شما دوستا یک تاست نه دیگه، یعنی اسکایپ نیست یا مثال وایبر نیست و 2 تا خط تلفن نیست، هم یک خط تلفن است. و بعضی از دوستا شکایت میکنن میگه ما 5 ماه تماس میگیریم هیچ رخ نمیشه دیگه. همین یک نیم ساعت دیگه رو در طول هفته هم غیر از روز پنجشنبه گذاشتیم که امکان داره شاید ممکن است که همون دوستایی که زیاد وقت تماس گرفتن تماسشان وصل نشده اونا هم تماسشان وصل شد و اگر گفتنی داشته باشن بگوین یا مثال. بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح شما هم بخیر. و علیکم با سلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین برادر؟ از کجا نامتون؟ سلامت باشی، زنده باشی، الحمدلله. با دعای شما. از کجا با تماس شدی برادر؟ گل محمد هستم از بینشان. گل محمد جان، این خوب است تماستان وصل شده. بخیر هستی گل محمد جان؟ شکر الحمدلله. شما چطور هستین مولوی؟ شکر، زنده باشی، سلامت باشی گل محمد جان. بینیسار خیرتی است؟ خیر طرفای شما قراری. زنده باشین، سلامت باشین گل محمد جان. خوشحال هستیم صدایتان داریم در برنامه بسوی خدا. همچنان شما را. سلامت باشین. داری دیگه گفتنی بخیر؟ بخیر باشی، سلامت باشی، زنده خب باشی. کامیاب باشی دیگه، پیروز باشی گل محمد جان. سلام علیکم. السلام علیکم. این وقتی که شما دوستا عزیز تماس میگیرین نه، این یک اتحاد ما شما را نشان میده که یعنی ما همو چراغ رحمت خداوند بسیار خوش داریم. هر کس خوش داره، هر کس که میشنوه تماس میگیره یا نمیگیره خوش داره. تو یعنی اتحاد کل ما را نشان میده که ما قرآن دوست داریم، خدا را دوست داریم، فرهنگ اصیل خدا دوست داریم، دخترها حجاب خدا دوست داره، بچه هم حجاب خدا دوست داره، غیرت و عزت و عفت خدا دوست داریم، آبروی خدا دوست داریم و ما عهد با خدا بستن که در روز ازل بستیم که الستو بربکم قالوا بلا. خداوند گفت که آیا ما پروردگار شما هستم، آیا ما محبوب شما هستم. او عهد خدا دوست داریم که با خدا بستیم که پس از او صدا کنیم که بله خدایا ما دوست داریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم جناب مولوی محترم، خوب هستین؟ خیر. سلامت باشین. صبح شما هم بخیر باشه. جانتان جور است؟ از بازار تماس گرفتین؟ البته صدای موتر خون بیاید. تشکر. فیض محمد است، من بازار کمپانی شما رو زحمت دادم مولوی محترم. سلامت باشین محمد جان از بازار کمپانی. خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر. زنده باشید، در حفظ امان خداوند باشین. جلال جلالتون شب روزتون بخیر میگذره. زنده باشین، سلامت باشین، بیخی بخیر و به خوبی تیر میشه. خدا دیگه سر کل ملت ما اما تو شب روز سال ماه است کلش به خیر تیر کنه که دیگه هیچ افغان در هیچ گوشه شکایت نداشته باشه از زندگی. نه انشاءالله. پس دوام راضی هستیم. فضل خدا زنده باشین، بخیر باشین. جناب مولوی در زحمت میتونید دو سوال داشتم. بفرمایید بیادر جان. یک سوالم داریم باره چی هستن نماز هست. ما یک نماز که معمولا نماز خفتانه یا شام خفتانه در جماعت میخوانیم. اگر بخودم یک روز وضو نداشتم به وجود جماعت رفتم و تا جماعت خلاص شد با صباحش این وقت یادم اومد که شما وضو نداشتیم اما نماز جماعت خوندیم. هیچ گپی نیست در او خو نفهمیدی گپی نیست خود دیگه. خب شب خصوصا
گفتن خواندم صباحش یاد آمد که من خود دیشب وضو نداشتم مثلا نماز خواندم جماعت خواندیم. هیچ گپ نیست، خو خیر است، خو یادت نبود که وضو نداری، فکر کردی وضو داری و نمازم خواندی، باز بعدا یادت آمد که والا وضو نداشتم. اینال اگر باز یاد دل طاقت نمیگیره با وضو که کردی بخیر باز برو، اما نماز خفتنت عمو شبه باز قضایی بیار. صحیح است؟ دوباره زیاد دلت طاقت یاد آمد دوباره گفتم زه. آخه خلاص این دیگه هیچ راحت باش راحت. صحیح است؟ تشکر. یک سوال بگم جناب مولوی که من دارم درباره فطر روزه است. خب مثلا نه آدم نمی‌داشته باشه یا مثلا وقت میسر نمیشه موقع میسر نمیشه یا چیزانی فطر روزه زود میمونه. اول خود اگر انسان به حساب خیرات حساب کنه یا بگم مثلا بساط دوشی اجای میتونم همه چی قسم از میشه نمیشه. اول خود نداری خب باز از نیست چیز جور نمیشه. وقتی که نبود آدم مثلا قرضدار میباشه پریشان میباشه از کجا کنه که باز بته دیگه اینال دومشی که وقتی که یادت میره همچنان مثل که نمازت یادت رفت که وضو نداشتی نماز خواندی او همونطور یک موضوع است. بعدا هم اگر بیتی امروزش فردایش پس فردایش که یادت آمد باز بیتی با عنوان صدقه خیرات هر روزی که بیتی خدا صاحب قبول میکنه. و دیروز صحبت کردیم و آت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل و سائلین فی الرقاب. شما از آنچه که دوست دارین وقتی به نام خدا میتین به مردم به مسکین به بیچاره به بی سرپناه وقت تعیین نکرد خدا صاحب که هر وقت داری که یادت آمد باز بتی. صحیح است؟ تشکر. سلامت باشین، شما هم زنده باشین، بخیر باشین، خدا نگهدارتان. شما زنده باشید که برنامه زیبای مقبولتان و خیر برنامه شنیدنی. سلامت باشین. سلامت باشین قربانتان، خدا نگهدار شما. سلام علیکم. خداحافظ. دوست عزیز امی صدقه خیرات نه دستگیری مردم امروز به فردا نکنید. هر وقت یادت آمد انجام بده. نیمه شب هم که بود نه مثل پیغمبر خدا که وقتی 12 درهم داشت از خانه خود مبارک برآمد همونطور صبح بود امید که ندارم دیگه برآمد یعنی 12 درهم گرفته تا نماز خفتن یا بعد از او هم بود چند بجه شب بود که باز آمد خانه 2 درهمش مانده بود مبارکمو 10 درهم داده بود به مردم. این وقت این نکو برش بته. حالا فطر روزه خو صدقه است نیست خیرات است شکرانگی است هرچی که میگیشه دیگه. اینه که بر مردم میتی از امسال این به بسال ما چون زنده میباشیم یا نه اینطور هم نکنید. اونمو دقیقه که یاد آمد که به مسکین بیچاره باید کمک شد بس کمک کن. همین نامش از دیگه زکات است اینی فطر روزه است اینی مثال نظر است اینا کلش دستگیری مردم است کمک به مسکین بیچاره و بی سرپناه است. این کمک کردن تا امروز به فردا نمانید. هر وقت که دلت شد هر وقتی که ما یادت آمد برو انجام بده دیگه. اینال دستای خدا بلند میکنیم به دربار خداوند متعال جل جلاله و از دربار خدای متعال تمنا میکنیم که خدایا به حق قرآن عظیم الشأنت، خدایا به حق دوستانت، خدایا به حق روحانیت روحانیانت، خدایا به حق معرفت عارفانت، خدایا به حق عشق عاشقانت، خدایا به حق محبت محبانت، خدایا به حق دوستی که تو خودت نسبت به انسانها داشتی و داری که ما انسانها را چقدر معصیت در زمین میبینی اما دامن صبرت چقدر بزرگ است و کلان است که تحمل میکنی اینا را و اینا را پرده پوشی میکنی. خدایا به حق پرده پوشی هایت یعنی به حق ستاریت، به حق لطف و کرم و فضلت، خدایا به حق بزرگیت، خدایا به حق ایمان آورندگان به خودت، خدایا به حق رابطه واقعی بندگانت یا بندگان واقعیت که با خودت دارن، خدایا به حق صدق سینه صادقانت، خدایا به حق امون سودی که در درون سینه اون عاشقانت است که شاعری از جهان روحانیت با الهام تو خداوند عالمین چنین گفت نه که مرا مجو به عالم قدس که نیابی میان سینه سوزان عاشقان بطلب. خدایا به حق اون سوز سینه عاشقانت یک افغانستانی آرام آباد و افغانستانی پر از صلح پر از صفا، افغانستانی که در این دیگه هیچ نوع معصیت و گناهی از افرادش سر نزنه و همه با هم باشیم، متحد باشیم و با اتفاق باشیم، اتحاد داشته باشیم، همگی یک دیگر خود به عنوان یک انسان ببینیم و همگی بادار خود تنها تو را داشته باشیم، ایاک نعبدو باشیم و ایاک نستعین باشیم و نظام ما خدایا نظام تو باشه، نظام الهی در تمام مملکت ما، در خانواده ما، در فرد ما
در مکتب ما، در مدرسه ما، در مسجد ما، در پوانتون های ما، در دفاتر دولتی ما، در هر گوشه و کنار مملکت و در تمام جهان خدایا نظام تو را میخواهیم و به حق کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هر کسی که هر حاجت و مراد شرعی که دارد خدایا برآورده خیر بگردانی. این داشته های برنامه امروزی بس خدا تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستا قرار میگیریم. شما رو به الله پاک منان میسپاریم. کامیاب و پیروز و سربلند و سرفراز باشین. خدا نگهدارتان.